امروز میخوایم درباره کیهان با هم حرف بزنیم. در کیهان از بوی فضا گرفته تا تشکیل سیاهچاله و عجایب کهکشان‌ها و هر کدام داره ویژگی‌های خاص و شگفت‌انگیزی هستند. امروز با ما همراه بشید تا 6 مورد از شگفتی‌های کیهان رو ببینیم. 1. سیاره‌ای با یخ‌های در حال ذوب. گیلیس 436b یک سیاره است که به اندازه نپتون است که در فاصله حدود 33 سال نوری از ما در صورت فلکی لئو واقع شده است. منجمان معتقدند که این سیاره دارای حالات نامتعارفی از آب است که باعث می شود سطح پوشیده از بخش در حال ذوب شدن باشد. فشار در این سیاره باعث می شود یخ جامد باقی بماند، اما حداکثر دمای سطح برابر با 300 درجه سانتیگراد است که آب را بیش از حد گرم می کند و آن را به بخار تبدیل می کند. 2. فضا بوی گوشت کبابی می دهد. اگرچه بو کردن مستقیم فضا از طریق لباس فضانوردی غیر ممکن است، اما فضانوردان گزارش می‌دهند که به محض بازگشت از راهپیمایی فضایی لوازمشان بوی گوشت کبابی داغ شده یا فلز داغ و گازهای جوشکاری الکتریکی می‌دهد. منبع این بو می‌تواند محصول جانبی ستاره‌های در حال مرگ باشد که نشانه‌های آن را می‌توان در سراسر جهان پیدا کرد. 3. مهد کودک ستاره‌ای. اگرچه تولد و مرگ ستارگان به طور همزمان رخ نمی‌دهد، این فرآیند نسبتاً مکرر صورت می‌گیرد. با مشاهده تشکیل ستاره و رویدادهای ابر نواختری در کهکشان راه شیری، منجمان برآورد کردند که روزانه 275 میلیون ستاره در سراسر جهان متولد شده و می‌میرند. این تعداد برابر است با 100 میلیارد تولد و مرگ در طول یک سال. 4. سال کهکشانی 24 ساعت طول می‌کشد تا زمین حول محور خود بچرخد و یک روز کامل شود و 365 روز طول می‌کشد تا زمین به دور خورشید بچرخد تا یک سال کامل گردد. حدود 230 میلیون سال برای منظومه شمسی ما طول می‌کشد تا یک بار گردش در طول کهکشان راه شیری انجام شود. آخرین باری که منظومه شمسی در وضعیت فعلی بوده، دایناسورها که تازه به وجود آمده بودند در حال پرسه زدن در زمین بودند. 5. اگر می‌خواستید تعداد ساعات روز بیشتر باشد، فقط صبور باشید. در هر قرن گردش زمین به حدود 1.4 میلی ثانیه کندتر می‌شود. وقتی دایناسورها وجود داشتند، یک روز حدود 23 ساعت بود. ناسا گزارش می‌دهد که گردش زمین در سال 1820 دقیقاً 24 ساعت بود، اما اکنون 2.5 میلی ثانیه عقب است. 6. مناطق سکونت پذیر. مناطق مسکونی در همه جای کهکشان راه شیری بین 200 تا 400 میلیارد ستاره و 100 میلیارد سیاره وجود دارند. حدود 1/5 ستارگان شبیه خورشیدمان هستند و منجمان برآورد کردند که حدود 22% از آنها در مناطق سکونت پذیر دارای سیاره‌ای به اندازه زمین میباشند، یعنی جایی که آب به صورت مایع وجود دارد. این امر بدین معناست که ممکن است 8.8 میلیارد سیاره زندگی بخش در کهکشان وجود داشته باشد که تشکیل سیاره یا اتمسفر را توضیح نمی‌دهند.